آیا شرکت دیزنی فروخته میشه؟ سلام رفقا، حالتون چطوره؟ به کانال انیمیشن وی خوش اومدید. توی این ویدیو میخوایم در مورد این موضوع حرف بزنیم که آیا دیزنی فروخته میشه، اونم به اپل یا کلا به هر شرکتی. آیا این شرکت بزرگ فروخته میشه؟ دیزنی که زمان داشت همه شرکت ها به استودیو رو میخرید، چی شد که الان میگن خودشه که نخره؟ شرکت مثل اپل، ببینید این دیزنی که ما میبینیم کل استودیو و شرکت خریده، مثل فاکس، استار وارز، مارول، پیکسار و اینقدر بزرگ شده و تنها خودش نبوده و با اون ایده ها و آی پی هایی که اون استودیو داشتن فیلم ساخته و داده بیرون، موفق شده و هی بزرگتر شده. انتقام جان انیمیشن پیکسار، چون میدونیم دیگه پیکسار خودش انیمیشنش خیلی اسکار میبرن و خیلی با کیفیتن و اینجا انیمیشن دیزنی خلاف کرده و پیکسار که داره الان افت میکنه به خاطر تصمیماتی که دیزنی میگیره. در کل الان دیزنی یه شرکت خیلی غولیه و یه زمان گفتم میره وارنر رو میخره چون وارنر وضعش خرابه و الان وارنر داره برنامه‌ریزی میکنه از بین نرفته، فروخته هم نشده. اما این شاید دم دیزنی هم هست که فروخته بشه. چرا باید بگن که همچین شرکت بزرگی که ازم همه رو میخرید و همچین غول شده با فروخته بشه به شرکت دیگه مثل اپل که واقعا توی نگاه اول یکم عجیبه، اما عملکرد دیزنی اون کاری که انجام داده، درصدی که داده، این استودیویی که داشته رو به وضع برده که واقعا جالب نیست. همشونو استودیویی که کلاپی خفن دارن، ایده‌های خفن دارن، فیلم‌های خفنی دارن و کل اون سیستمشون خفن بود، به کجا رسیده با اون چیزایی که ساختن و دادن بیرون، طرفا نامید شدن. پیکسار رو داریم که واقعا وضعش خیلی نامید کننده شده. با اون طرف ما مارول داریم، بس فاز سوم اونجوری نشد و هنوز طرفا منتظرن که دوباره خفن بشه. امیدایی هست اما دیدیم چقدر از پروژه‌اش فیل شد و طرفا عصبانی شدن. اون در ما استار وارز داریم، وضعیت ناجور داره با اون تصمیمی که گرفته، چون تصمیم از بالا میاد و اون فرد بالای خود دیزنیه و کنترل کامل داره روی استودیو و دیدیم که به کجا برده وضعیت و الان کجا هستن. و اینکه بابایگر رو ما داشتیم، یه زمان رفت باب دیگه اومد و میگفتن که تقصیر اونه، الان خود بابایگر دوباره برگشته. اما واقعا خیلی معتقدن که همین هم خود برنامه بابایگر بوده که آورده اون نقطه خیلی بد و بچسبونه به اون و بعد خودش بیاد که الان میتونیم ببینیم خیلی وضعم تغییر نکرده، شاید در آینده اما وضع اونطوری هست که بگن خب شاید ورشکست بشه و فروخته بشه. اما خود وارنر همچین وضعی داشت، خیلی اوضاعش خراب بود، اما این مدل جدید اومد و با اون تصمیم گرفت که واقعا خیلی خشن بود، کنه ثبات رو به وجود آورد و اصلا فروخته هم نشد. وارنر که اونقدر وضعش بد بود، دیزنی که اصلا اونقدر بد نیست، وضعش مارولش خوب بود، الان که مفت کرده. اصلا وضع دیزنی که الان ما داریم مثل وارنر نیست، وارنر خیلی بدتر بود اما هنوز هست. چند وقت پیش خبر منتشر شده بود که میگفتن دیزنی قرار فروخته بشه به شرکتی و سایت ایرانی خبر گذاشتن، پیج ایرانی، و موضوع اینجاست سوء تفاهم انگار شده بود. حتی اون افراد خارجی که خبر گذاشته بودن میگفتن دیزنی قرار فروخته بشه، در واقع اینجوری نبود. موضوع اینه که میخواستن بخش کوچیکی از دیزنی رو بفروشن چون دیگه لازم ندارن، همین، و نه اینکه کل دیزنی رو بدن بره. اینطور نبود. ولی به تازگی دوباره اخبار داره میاد و توییتای داره زده میشه در مورد اینکه بیش از 12 نفر از مدیران دیزنی در گذشته که مدیر بودن یا الان که مدیر هستن، بیش از 12 نفر معتقدن که پایین بازی مورد نظر بابایگر، این چیزی که در نهایت میخواد اینه که تا زمانی که ممکنه به اون مدیر عامل باشه توی دیزنی و بعد از اون بفروشه شرکت رو به اپل. این مدیران معتقدن که این اتفاق میفته و در نهایت نقشه بابایگر همینه که دیزنی رو بفروشه به اپل تا زمانم که میتونه اونجا باشه. این تا موقع دیزنی هست، وقتی دیگه نتونست بمونه دیزنی هم میفروشه. برای معتقد هستن که مجیبه، اما وقتی شما سهام دیزنی رو ببینید که چه سقوطی داشته، خب شما میترسید و این سهام واقعا ترسناکه. در نهایت این حرفا همیشه بوده و 10 سال که میگن دیزنی قرار فروخته بشه حالا به اپل بود این حرفا و واقعا عجیبه که 10 سال دیگه هم اتفاق بیفته و بشه 20 سال دیزنی هنوز وجود داشته باشه، فروخته نشده باشه و ما سر کار باشیم. این حرفا همیشه زده میشده. اما آیا دیزنی الان همون دیزنی 10 سال پیشه؟ سهامشو ببینید، این عجیبه واقعا و سر همین هست که میگن دیگه خیلی این شایعه محکم شده که قرار فروخته بشه و این مدل این حرفا رو میزنن و به خاطر همین، به خاطر این اعدادی که وجود داره، چون روی کاغذ این اعداد دیزنی واقعا مثل 10 سال قبلش نیست، اون موقعی که خیلی خوب بود و این ترسناکه و باید دید. این هم اطلاعاتی بود که وجود داره، حرفی که داره زده میشه. دیزنی که الان هست با این اعداد ارقام دیگه باید دید چه اتفاقی میفته. خب رفقا دمتون گرم که تا آخر ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. خوشتون اومده لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه تا ویدیوهای بعد. خدا نگهدار.